بچه‌ها چطورین؟ امروز ما قراره بریم پیکنیک. مثلا قرار بود 9 صبح اینجا رو ترک کنیم، ساعت 10 دقیقه به 11 است. علی گفتش که ما دیر میریم، واقعا هم راست گفت. 10 دقیقه به 11 است، ما هنوز نرفتیم. تازه میخوایم صبحونه بخوریم، املت. الان من دارم غذا درست میکنم، چون اول باید املت رو برمی‌داشتیم، بچه‌ها می‌خواستم بخورم. گفتم اول بردارم بعد سریع بیام رو گاز که خالی شد لوبیا پلو درست کنم. بریم یه غذای مخلوط درست کنیم که راحت تر باشه، چون چند روز پیش کباب خوردیم دیگه، یه ذره برامون عادیه، مثلا خیلی غذای جدیدی نیست بخوایم بیرون بخوریم. گفتم لوبیا پلو فکر کنم بهتره، خیلی وقتم هست درست نکردم. مریم و عادل و فندق در حال صبحونه خوردنن. منم اول این مواد رو درست کنم چون بمونه قشنگ مزه دار بشه، بعدم منم برم غذامو بخورم. هوا خیلی سرد شده، با اون که آخرای یعنی تو بهاریم، با اون که باید هوا عالی باشه گرم باشه، هوا بارونیه، سرد شده دوباره. من تازه وسایلمو جمع کردم، لباس زمستونی ها. هوا سرد شده. یه جای خیلی زیبا مد نظرمون بود که بخوایم بریم، حالا نمیدونم اونجا مسیرش جوری هستش که راحت بتونیم بریم یا نه. دیگه اینطوری جونم براتون بگه. فکر کنم آره دیگه، غذایی که مخلوط برنج مخلوط داره برای بیرون چیا هست؟ لوبیا پلو، باقالی پلو، هویج پلو، رشته پلو. خیلی وقت درست نکردم، نداشتم. چی؟ قیمه پلو، دمی خیلی غذا، دمی گوجه، یا نمه غذا داریم. عدس پلو، آره اونم هست. خلاصه دیگه من عدس پلو نه تازه درست کرده بودم، رشته پلو ولی خیلی وقت درست نکردم. دمی گوجه هم جدیدن درست کردم. به نظر من که همین لوبیا پلو عالیه دیگه. یه مقدار خیار و پیاز و اینا هم گذاشتم برای سالاد. مساله رو جمع کردم. یکم میوه، کیک هم چند روز پیش درست کردم داشتیم دیگه، همینا رو برداشتم. امیدوارم اونجا مسیری که میخوایم بریم بارون نباشه، حالا خنک باشه ایراد نداره، هم بتونیم عکس بگیریم، هم برای شما ویدیو بگیرم، چون اونجا ییلاقه. حالا یه ییلاق خیلی مثلا نزدیکتر، دم دستر اینجوری تو توضیحاتش اومده بود. اصولا ییلاق مسیراش جوریه که خیلی راحت نمیشه رفت، سربالایی زیادی داره، خاکی داره. حالا اینجا گفته بودن که خوبه، امیدوارم که واقعا خوبم باشه. فندقم صبح زود شروع کرده خوندن. البته خب این کارش بدم نبود، چون اگر نمیخوند واقعا بیدار نمیشدیم، ولی خب خیلی زود خوند دیگه. من هی شبیه ساعت گذاشته بودمش رو کوک، بودم باشه فندق باشه، چشامو میبستم دوباره فندق میخوند، دوباره بودم فندق باشه الان بیدار میشم. خلاصه دیگه اینقدر خون دیگه من بیدار شدم و شروع کردم کارام دیگه. به ترتیب مریم بیدار شد، عادل بیدار شد، چون دیشب رفته بودیم بیرون، جاتون خالی، شام بیرون، خیلی دیر اومدیم دیگه، فرصت نمیشد که زودترم بیدار شیم. حالا من به علی گفته بودم 9 ما میخوایم 9 بریم میای و اینا، گفت شما که 9 نمیرین 12 اینا میرین. گفتم نه باور کن باید اینجا زود بریم، ولی بازم همون حرف خودش داره میشه. مادر برای تو میره چی شده؟ خب بیارش بالا دیگه عادل. اون بچه رو ببینید اون بچه رو ببینید، خودشون دارن غذا میخورن، اون بچه اون پایین داره نگاه میکنه. الهی مادر برات بمیره. ببین من هواتو دارم دومی، ببین پسر قشنگم. اونها منتظر بهش غذا بدن. این پلاستیک هم که میبینید پلاستیک لباسای زمستونیمه. بریم ببینیم اینا دارن چی کار میکنه. عالی املت بعد نگذره بهتون. عالی نوشه جان. پسرم برو بالا غذا بخور تو هم. برو دو. آقا فندو بی بالا غذا تو بخور دیگه. دومی بودی؟ هر کرده بود. کلوهامونو به ترتیب اونجا گذاشتیم. اونجوری نمیخواد.
برو. حالا داره درست میکنه. نه خب این جای من بشینه. جای تو جای بچه‌مه. یه جای من بشین. جای منه. نه بابا. معلومه. همین هم مونده بود. فسخل بچه بیا برو بالا. نمیخواد خواهده هم بالا. داره برای خود. جو به اون منتظر بمون دیگه. نمیخواد. اوه. نمیخواد. جان. قیافش. نمیخواد. مادر برات بمیره. جان خوب درست. بودی؟ چشاش اینقدر شده. آره. من برم واو یه روز باش آره دقیقا. بده به اون بچه چشش در اومد. بمون بشینم اونجا علی زنگ زدم بعد تماس کرد خواب بود دیگه. مادر غذا خوردن تو قربون بسه. مادر غذا خوردن تو قربون بسه. مریم اگه بذاره اون بچه ببینیم که چیکار داره میکنه. ببینید عاشق املته. مادر قش کنه برات. جانتو بمیرم. سری گرفت مرد. این هم شانس ماه. 2 هفته میخوایم بریم سمت رودبار. اون یه ایلاقه که گفتم امروز بهتون. اومدیم سوار ماشین شدیم. بارون خیلی زیاده. بعد مریم هواشناسی هم نگاه کرده. گفتن که اونجا بارونه. نمیدونیم چیکار کنیم. مادرم رفته بنزین بزنه. فندقی هم که از صبح زود بیداره الان تازه چرتش گرفته. منم واقعا خوابم میاد ولی دلم هم میخواد اونجا بریم دیگه. این همه راه یعنی الان نزدیک کمربندی رشتیم و حالا این همه راه نیومدیم ولی کلا از همون نظری هم بارون بود. بچه ترافیک وحشتناک بود. ما حدوداً فکر کنم نیم ساعت بود یا بیشتر. من چون خوابیده بودم از یک تو ترافیک بودیم ولی بس خیلی وقت ما تو ترافیکیم. بارون هم داره میباره. گفتیم که اگر میخواستیم برسیم اونجا رستم آباد ببینیم اصلا همه دارن برمیگردن. ببینید چقدر ترافیک زیاده. تعطیلات بوده همه دارن برمیگردن تهران. این بدبختا هنوز به جاده تهران نرسیدن. از اینجا ترافیکه. بابا جاده دیگه خیلی ترافیکه. خلاصه این که کلی منتظر موندیم تو راه. همونجوری تو ترافیک بودیم. بچه ها قرار بود بریم سلانسر ولی به خاطر بارون و ترافیک وحشتناک ببین سر از کجا در آوردیم. اومدیم لاهیجان. اینجا قبلا اومده بودیم براتون ولاگ گذاشتم حتما نگاه کنید. جای خیلی با صفاییه ولی خب روز بارونی چون اصلا آسفالت نداره همه جا گلیه. تمام کفشامون گلی شد دیگه. یه آلاشی خالی داشت یعنی یه دونه 2-3 تا هم همون بر آلاشی خالی داشت دیگه. اومدیم نشستیم گفتیم حداقل غذا بخوریم تا برگردیم غازیان و اصلا خونه و غذا بخوریم طول میکشه دیگه. پیکنیک اینا آوردن. پسر قشنگمو ببینید اینقدر بچه بدلجیه فقط میخواد پیش مامانش بمونه. پسرم بزرگ شدی دیگه تو یکم برو دور بزن با شما اینجا اصلا اینقدر تو راه خسته شدم واقعا دوست داشتم بخوابم دیگه چون به اون هدفی که میخواستم نرسیدم. اینجا 2 تا چیز داره. 2 تا نه 3 تا حالت دریاچه داره. یه دونه اون نه 2 تا 3 تا 4 تا داره فکر کنم. اینجا هیچ معلوم نمیشه. آره قبلا اون سمت رو براتون گرفته بودم. اون خیلی قشنگه ولی خب بارونه دیگه. خیلی خلوته. اون روزی که ما اینجا اومده بودیم خیلی شلوغ بود با نازنین و اعظم و مریم و من بودیم. دخترانه اومده بودیم. الان خیلی خلوته. هر کس هم که اومده مطمئنم فقط به خاطر بارونه است. یعنی این بارونه برنامه همه رو به هم ریخت. نیست که هوا خوبه مثلا گلا در اومدن
اکثرا میرن جاهای سرسبز، اینجور جاها رو دیگه کمتر میان. ولی امروز به خاطر بارون میدونم که برنامه خیلی ها به هم ریخته، مجبور شدم برن جایی که آلاچیق داشته باشه دیگه. ما این رو نشون بده بهشون. این سمت هم قشنگ اینجوری دور تا دورش درخت، وسطش حالت اینجوری مردابه. یه دونه هم دقیقا اون سمت وجود داره. کلا اینجا فکر کنم هر کس برای خودش یه قسمتش رو گرفته، اینجوری آلاچیق زده و مرداب. ولی خب کار جالبی بوده به خاطر اینکه همین موضوع کلا اینجا رو توریستی کرده. نهارمون رو گذاشتم، داره دم میاد، گذاشتم دم بیاد، زودی غذا بخوریم، پشتبندش چایی بذاریم، چای بخوریم، یه ساعتی بکنم اینجا هستیم، بعد میریم دیگه. قشنگم برو پیش بابات، بیا قرقرو برو بودی کجا داره میره پیش کتونی ها. این کتونی های کثیف نگاه کنین. کتونی های سفید ما به چه؟ آره کتونی من خراب بود. آره امروز بوده مبارکه. کتونی قشنگه. مادر براش قصد کنه ده اومده؟ میشه درشو باز کنی؟ آره نه کوچیک نیست، خوبه، عالیه. نیست بودن کوچی نداریم. دستمال کاغذی نیاوردیم و آب لیمو. سالاد درست کردم، مادر رفت اینجا ماست گرفت. نمیدونم اینو چیزش کنم. ستاره با در اون دمکش یه نمیتونی بر طرفش اون طرفش رو چیکار کنم؟ با شالت بگیر. خودشم با مواظب باشی ولی زیرشو زیاد بیان فکر کنم سوخ بچه. بهتر. ای بابا خیلی داغه خیلی داغه. برو ببینیم چی میشه. نه زیرشو زیاد کردم. یه کجا سوخته، عالیه. بذارم اینجا خنک شد. بفرمایید نهار. آقا جان نریزی پندقا. بفرمایید. دارن سعی میکنن که آدر سوار تاب بشه. یه دونه وای تو گذاشتی رو کفشم، حالا دیگه مجبوری بری. برو خوب کنم. برو یه دونه برو دیگه، کفشمون خراب کردی. آره درز نداره خداییش. برو یه دونه برو. ستاره اذیتش نکن، ستاره بسیار رفتن. یه دونه برو. می‌ذارم یه دونه رفتی بگیرم. نمیتونی. یه دونه برو یک. برو دیگه. یک دو سه. برو ول کن دیگه. برو من رو به این گندگی برو دیگه. بس آقا نمیترسه. برو یه دونه خودتو ول کن. آفرین یه دونه برو بیا. یک دو سه. برو خودتو ول کن. بابا پاتو میاره بالا. آفرین بوده. دادی دیگه نمیاد یه ذره برو تا اومدن دیگه رفت که. بارکلا آدر. آفرین تمام شد رفت دیگه تموم کن. خوشش اومده. پای بل نمی‌کنم. وضعیت کتونی‌های ما اینه که می‌بینید عادل لگد مال کرده. مریم هم که دیگه خدا شاید این ویدیو گرفتنای ایشون خب همیشه منو به درد سر میندازه. مریم به خاطر این خانم دفتر برو اون ور تو گل. بود. نه نبود. تو گلو داری جابجا می‌کنی. من گفتم بریم اون سمت براتون از اون ور ویدیو بگیرم، به خاطر اینکه قبلا اونجا نون میپختن. حالا مریم میگه نه الان نمیپزن، ولی من میگم میپزن.
چون اون بر کلا خیلی شلوغه، همه ماشینا میرن اون سمتی. ما همیشه میایم اینجا. یادتون باشه اون سری هم ویدیو گرفتم. امروز ولی اون بالا بودیم. بود چی شده؟ مادر بابونت بره. خب حالا افتادی؟ این میگفتی که تاب نمیخورم، افتادی؟ آره؟ میتونم ای به مرد این گندگی، از چی میترسی؟ از این که از اون ارتفاع کم بیفتی پایین پایی تو گل. آره بابا خدا نکنه. بالاخره که تونست. آره داداش من بالاخره تونست. آره کفش منو خراب کرد بعد تونست. این همه کفش من تو خراب کردی. پسر قشنگم، چرا دوست نداری با دوستام حرف بزنی؟ همش بینی این ور اون ور ها. بچه‌ها بعد از اینکه دیگه عکسامون رو گرفتیم، کتونیامون کاملا گلی شده بود، هر کاری کردیم نشد تمیزش کنیم. دیگه همونطوری سوار ماشین شدیم تو راه برگشت. مگه راه تموم میشد؟ حالا میخوای برسی خونه خسته ای، همینجوری راه طولانی تر میشد. من دیگه تو راه خوابیدم، یعنی خواب و بیدار بودم واقعا، چون فندق هم داشت غرغر میکرد، هم عادل تخمه میخورد، هم صدای آهنگ زیاد بود، چشام بسته بود، واقعا گیج خوابم بودم ولی کاملا خواب نبودم. دیگه تا رسیدیم خونه، مریم رفت خونهشون دیگه، ماشینشو برداشت رفت دیگه. عادلم گفتش که انبار خیلی کثیفه، یعنی وسایل‌ها رو دوباره وسایل انبار نمیتونم داخلش ببرم و تمیزش کنم. گفتم خب باشه. دیگه عادل پایین بود، منم کمک از وسایل‌ها آوردیم بالا دیگه. منم ظرفا رو شستم و یه 2 تیکه از پیتزای دیشب مونده بود اونها رو خوردم. بله همونطور که 3 تا بود، نه 2 تا بود 2 تا بود. یه دونه خوردن دیگه، کلا 3 تا بود، گفتم یه 2 تا خوردید، نیم تا بیشتر. نیم تا پیتزای من بوده میگه نیم تا. اون 2 تا رو میدونی چرا اصلا خوردم؟ واقعا نمیخواستم بخورم ولی چون عادل گفت من صبح یه دونه رو خوردم، گفتم کی تو بخوری من سهم خودمو نخورم. منم سهممو گرم کردم خوردم، یه دارم نوشم خوردم، واقعا اصلا گیج بودم، اصلا یه حالت بدی بود. دیگه ظرفارم شستم و تمیز کردم، دیدم عادل هنوز نیومده، کارش تموم نشده بود. دیگه دیدم بهترین موقعیت یه سری گل داشتم بالا، گلام دیگه نیاز به نور داشتم، واقعا داخل خونه دیگه نمیشد نگهداری کرد. گفتم بهتره ببرمشون پایین تو این فاصله دیگه، از ترس اینکه ولی فندق بخونه زودی اومدم بالا، گلا رو بردم پایین دیگه. عادلم کارش تموم شد، من دیگه زودتر اومدم بالا. دومی کجا میخوای بری؟ کجا داری میری؟ چیکار داری میکنی؟ بود دیگه. منم اومدم بالا، یکم همینجوری مریم زنگ زد، داشتم صحبت میکردم با علی دیگه. عادلم کارش تموم شد اومد بالا دوش گرفت. من اینقدر خستم اصلا دوست نداشتم دوش بگیرم، ولی دوست دارم یه کاری کنم، نمیدونم چه کاری، چون احساس میکنم اون قدری که دلم میخواد، چون اون جایی که دلم میخواست نرفتم، فکر میکنم یه چیز ناتمام دارم دیگه. فکرم نمیکنم واقعیته، چون الان یه 3 هفته‌ای فکر کنم میشه. دوست داشتم که برم دشت بابونه که دو مسیر مختلف، اون سلانسر و بابونه. حالا قرار بود امروز سلانسر بریم، فکر میکنم اسمشو درست گفته باشم، که نرفتیم. الان شد 2 تا جای نرفته دارم. اگر فرصت بشه، اگر گلا تموم نشن، حتما میبرمتون، ولی حالا نمیدونم میشه یا نه، چون عادل جمعه فقط وقت داره، مریم هم وسط هفته نمیتونه، سر کار میره. ولی خیلی خوب میشد که میتونستیم بریم، چون خیلی دوست داشتم ببینم. از اون جایی بود که خیلی عکس و ویدیو ازش دیده بودم و دوست داشتم که اونجا باشم. اگر رفتم که براتون ویدیو میگیرم دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. یه تشکر ویژه کنم از دوستای عزیزی که کانالمون رو سابسکرایب کردن، زنگوله رو فعال کردن، ویدیوهای منو نگاه میکنن و برام کامنت میذارم. من کلی از این کامنت های شما انرژی میگیرم، چون احساس میکنم که شما هم خوشتون اومده از اون ویدیو، از اون آموزش، از هر چیزی که گذاشتم و این خیلی حس خوبی به من میده. دوست دارم بیشتر تلاش کنم، بیشتر اینطوری، دقیقا همینطوری غر میزد تو ماشین. چی میخوای؟ آقا فندو داشتم با دوستام حرف میزدم. چی میخوای دومی؟ بود حرفم نمیزن، ازش میپرسی چیزی نمیگه. مرسی که همراه ما هستی، خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که تو ویدیوهای دیگه، تو ولاگ‌های دیگه جبران کنم، جای خیلی قشنگو بهتون نشون بدم که شما هم هر وقت اومدین گیلان برید و لذت ببرید. دوستتون دارم. خداحافظ.